کنی بعد اینکه ای بی رو مدیریت کرد. بی اس تو یه حالت نرمال داره یا نرمال، یعنی یا در محدوده هست یا نیست. در محدودهش چجوریه؟ در افراد دیابتی نباید زیر 90 باشه، در افراد عادی نباید زیر 70 باشه. شما اینو تو کتاب میگه، منتها اگه لب مرز بود مثلا 93 بود، 94 بود، یا این مثلا 68 بود، 74 بود، 75 بود، فرض رو بر خطای دستگاه بذارید و همون کاهش قند در نظر بگیرید. پس اگه دیابتی بود و زیر 90 بود، شما یه دکستروز 50 بزنید. در 70% موارد کاهش هوشیاری اگه تروما مطرح نباشه اینا هوشیار میشن، یعنی 70% علت کاهش هوشیاری های ما بی اس افت قنده. مرحله دوم میری سراغ مردمک ها وقتی چک میکنی ببینی میوتیک هست یا نه. اگر شما رفتی بالا سر یک مریض کاهش هوشیاری مردمک های میوتیک داشت، اگه این سه تا ضلع مثلث رو داشت، یعنی اینکه مریضت الوسی باشه، آپنه باشه و میوتیک باشه. اگه یه همچین مریضی رفتیم بالا سرش این سه تا مثلث که من بهش میگم مثلث مرگ، اگه این مثلث رو داشت و اینا گفتن که نه این لب به سیگار نمیزنه، این اصلا پسر پیغمبره، این اصلا تا حالا سیگار از نزدیک ندیده، این مریض یه چیزی زده. ولی همراه ها چون معمولا پسر دایی، پسر عمو، خاله، عمو، دایی اینا هستن تو مجلس، نمیخوان بگن بچه ما یه چیزی مصرف میکنه و شما نمیخواد باش کلکل کنید. نه آقا یعنی چی؟ من بلدم خوندم این یه چیزی زده، اصلا نیاز به کلکل نیست. شما این ستا رو دیدی دیگه سری نالوکسان تو آماده کن، این مریض یه چیزی زده. بنابراین اگه این مثلث رو دیدید، مریض ادکت بود، غیر ادکت بود، 30 سال داره مصرف میکنه، شما کاری به این کارا نداشته باش، سری نالوکسان تو بزن. اما اگه مردمکاش غیر میوتیک بود که میری مرحله بعدی. اگه آپنه بود که گفتم این ستا رو با هم داشت، شما نالوکسان همون یه دونه رو میزنی. اما اگه غیر آپنه بود، میبینی طرف تنفس غیر آپنه داره. حالا اینو من میگم آپنه چجوری، الان ویدیوش هم میذارم براتون. اگه غیر آپنه بود، یعنی تعدادش در رنج نرمال حتی حداقلیش هم بود، شما میای اینجا دیگه تقسیم میکنی ببینی این اولین بار مصرف میکنه یا نه یک ادکته. اگه اولین باره، مثلا یک بچه‌ای که سهوا متادون باباشو خورده، یا یه آقایی که مثلا شیشه دلستر بوده فکر کرده دلستر متادون سر کشید اولین باره، شما میای نالوکسان رو میزنی. اما اگه ادکت بود،